با سلام خدمت دوستای گلم. ببینید بچه‌ها، اینجا من بهتون آموزش زنجیره و پایه بلند رو میدم. پایه بلند همون چیزیه که از اول تا آخر بافت پافتون باهاش سر و کار دارید. ببینید برای ایجاد زنجیره شما یک گره باید ایجاد کنید به این شکل. من نخو میندازم روی قلابم. خب زمانی که انداختم روی قلابم ببینید این نخم به کلاه فصله، این نخ کوتاه هم اینجا آویزونه. این نخو به حالت ضرب در روی هم قرار میدم و با این دوتا انگشتم اینجا رو دست میگیرم. ببینید اینجا رو دست میگیرم. خب زمانی که اینجا رو دست گرفتم، حالا سر قلاب به این سمته. ببینید سر قلاب به این سمته، به این شکل میبرم دور نخ. حالا قلاب رو میپیچونم، نخ رو میگیرم و از توی این حلقه عبور میدم. ببینید به این شکل شد. حالا وقتی که عبورش دادم این نخ ها رو اینجوری میکشم و سفتش میکنم. این شد گره اول، اولین گره شد که ما ایجاد کردیم. حالا میخوایم ادامه بدیم و زنجیره بزنیم. دوباره شروع میکنیم. این نخ روی انگشتم هست، سر قلاب رو به بیرون، قلاب رو میبرم، این نخ رو میگیرم، یه پیچ به قلاب میدم. همینطور که پیچ دادم به قلاب، نخ داخل این حلقه قلابم گیر کرده، از توی این حلقه عبور میدم. دوباره این دوتا دستم رو ببینید دقت میکنید که میذارم روی زنجیره هایی که میزنم. حالا سر قلاب رو به بیرون میبرم، نخ رو میگیرم، پیچ میدم قلاب رو، از توی این حلقه بیرون میکشم. ببینید بچه‌ها، من دستم رو کاملا آزاد گرفتم. خیلی راحته، نیازی نیست دستتون رو صفر بگیرید، کاملا آزاد. میبرم اینو اینجوری میکشم بیرون، میبرم میکشم بیرون. با هر زنجیره که میزنم انگشت شست و وسط رو میارم بالاتر، روی زنجیره که زدم میذارم. با این کار زنجیره که میخوام جدید ایجاد بکنم کاملا یکسان میشه و شبیه مابقی زنجیره ها میشه. دوباره ببینید دستم رو میذارم روی زنجیره که زدم. حالا قلاب رو میبرم میپیچونم، نخ رو میگیرم، از توی حلقه عبور میدم. ببینید بچه ها دقت کنید، اگر میزان نختون رو اینقدر کشیدید زمان زنجیره زدن به همین اندازه بمونه. اگر اینقدر نخ دور قلابتون به همین اندازه بمونه، با هر بار زنجیره زدن هی نخ رو کم و زیادش نکنید، یه اندازه باشه تا زنجیرهای خوشگلی داشته باشید. اینو توی خونه یه رشته کامل ازش بزنید تا دستتون رو. حالا میخوایم پایه بلند ببافیم. ببینید بافت پایه بلند خیلی خیلی آسونه. دقت کنید به حرکت دست و قلاب، کاملا متوجه میشید. 1 2 3. حالا من از توی زنجیره سوم میخوام شروع کنم و پایه بلندامو ببافم. ببینید بچه‌ها، این دستم به این شکل قرار میدم، نخو میندازم روی دستم. خب قلابم سرش رو به بیرونه، قلابو میبرم، نخو میندازم روی قلابم. حالا همینطور که این نخ روی قلابمه، ببینید دستم هم گذاشتم روی نخ و قلاب، وارد زنجیره میکنم. خب زمانی که وارد زنجیره شد، این نخی که دور دستم هست رو دوباره با قلاب میگیرم. ببینید با قلاب میگیرم و از توی زنجیره بیرون میکشم. حالا 3 تا نخ روی قلاب دارم، 1 2 3. دوباره نخ دور دستم رو میگیرم، از توی حلقه اول و دومی بیرون میکشم به این شکل. الان دوباره 2 تا نخ روی قلاب دارم. یه بار دیگه نخ دور دستم رو میگیرم، از توی این 2 تا رد میکنم. این شد پایه بلند. یه بار دیگه انجام میدم، شما ببینید. نخ رو میندازم روی قلاب،
میبرم وارد زنجیره میکنم، با قلاب نخ دور دستمو میگیرم، بیرون میکشم. 3 تا حلقه روی قلاب دارم، دوباره نخ دور دستمو میگیرم، از توی 2 تا حلقه اول عبور میدم، دوباره نخ میگیرم، از توی این 2 تا حلقه عبور میدم. اینم پای بلند دوم. ببینید نخو میندازم گردن قلاب، وارد زنجیره میکنم، نخ دور دستمو میگیرم، بیرون میکشم. ببینید بچه ها کامل نخو بیرون بکشید. بیرون میکشم، نخ دور دستمو میگیرم، 2 تا حلقه اولو کور میکنم، دوباره نخ دور دستمو میگیرم و این 2 تا حلقه هم کور میکنم. ببینید طی 2 مرحله ما 2 تا یکی میکنیم یا کور میکنیم. این از پایه بلند. ببینید اینو تمرین کنید تا توی بافت پافتون بتونید پایه بلند یکسانی بزنید و انشالله که پاف بسیار بسیار زیبایی بتونید ببافید.